من شرمنده شدم در سخاوتمندی تو. من گفت سخاوتمندی تو، من شرمنده شدم. گفت ای عبدالله، گفت من به خاطر خدا آزادم کردی؟ گفت بله. گوی باغ برای من دادی؟ گفت بله. گفت جزای خیر بوده. از جاش خست عبدالله همی باغ گو درای خدا من دادم. گفت عبدالله ابن جعفر ایتار میگه من در جوان مردی برابر یک غلام سیاه حبشی نیستم. یک شیخ در کویت در حولین میخواه به اعلانیه کویت یک اعلان میکنه که برای من یک خانه بیم. با میتر یک خانه این برادر من حاجی و دوران مورد تا خانه خوبش میآورن و میای شیخ تماشا میکنم. همه همین حول خانه را میگردن و میگه در آخرین همین خانه یک زنه قطعی 3 تا کودک گریه دارم. این صاحب کار یک از صاحب کارهای کویت ایادم. بعد در از حولین میبرویه و از حولین میبرویه سینی همون صاحب اعلانیه میگه که چی شد؟ میگه نمیگیری شیخ؟ میگه تو خانه را نمیگیری؟ میگه خانه را میگیرم به لحاظ خدا. یک قسم میگم میپرسم یک چی؟ میگه چی میپرسی منو؟ میگه همون زنک میپرسم 3 تا کودکش قطعی برای چی گریه میکنه؟ و میگه که یه آدم که یه آدم اعلانیه که این میگه یک زنی شیخ بود، زنی دین بود، شوهرش که مردک بچه‌هاش طلب دارن که همین خانه را ما میفروشیم همین را ما چی؟ همین پول تقسیم میکنیم، میراث تقسیم میکنیم. بچه‌های تنم بگی ما را هم حقمون بگیریم. میکنه به شیخ اگه خدا هم به مالم امتحانت میکنم، به جانم امتحانت میکنم، به هستیت به علمت امتحانت میکنم که همه علم برای چی خوندی، برای چی تعلیم گرفتی، همه این امتحان. به شیخ گفت که میگیرمش. گفت این خانه را من میگیرم. گفت میگیریش؟ بله. گفت بس فردا آمد پول آورد داد پولا. همه این 3 کودک های یتیمی هم میراث گرفتن. این زنک هم یک میراث گرفته و همین خانه را گفت دکیمیتاش مرا بتید داد. رفت بنامی همین زن، همین بیوه زن گذران داشت. و فردا که پیش همین زنک آمد، این زنک جاش خیش گریان گفت خانه را از من میگیری؟ نه. گفت خواهر من این را برای خدا برای تو عطا کردم. این زنک میگه دستاشا برداشت برای شیخ گریه کرد. گفت خدایا، گفت یک از صاحب کاران بهترین کویت بگردانش. میگه از جاش کسی آدم و برآمد. گویی الله برای تو یک کار انجام دادم. این پول مال تو مرا داده. اگر این پول مال الله نتموش منه کی میتمون؟ این جانی که داره ما را الله داده گیه. همین جان منه به ستانه یکم کس ما را برقرار کرده نمیتونه. این شیخ میگه از خرسندی گریان شد و حجت ها را در زنی گفتی. زنک بیوزن گذاشت و برآمد رفت. این زن میگه دستاش به یتیم کاش برداشت و به سوی خدا گویی الله ای الله ای آدم من داد تعزیز میلیون ها میلیارد هاش بته. این شیخ میگه وقتی بعدی مردنش مانندی شیخ در کویت میگه این خیلی پای دیگه نبود، دیگه میراث براش ندانستن از کجا دیگه میراث بگیرن. این خیلی انسان ها بودن معروفه معروفه خدا خلق کرد تا قیامت معروفه. منکر ای برادرانی عزیز. ببینین حیات همین ای برادرانی عزیز. این حیات داریم، این ممات داریم، این پول داریم، این منصب داریم، این جان داریم، از ما نیسته والله. این یک امانتی از خدا داده است، میگیرش. بعد انسان در همه حالت الله عزوجل پیش او بیاره یا من خاف مقام ربه و نهی نفس عن الهوا فإن الجنة هی المأوا. هر کدام ما پیش الله در ایستادن فکر کنیم، در پیش مخلوقش میترسیم. یک مخلوق عکس نمیترسیم، در پیش الله چه خیلی مثلیم ها، چه خیلی به کدام دیده و رو. برای برادرانی عزیزی که شما در این محفلین، در این خانه برادرمون دوران نشستگیم، خداوند میپرسیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مردم انصار دعای خیر کردند، در حق خودشان
در حق ذریه هاشون دعا کن. ما هم دعا میکنیم که اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه والحقنا بالصالحین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنین ولجميع المسلمین. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الان خوشین برادر مشمسلارم پروردگار هاجرم پروردگار قبرشون پر نور و جاشون جنت بگردونه. پروردگار باشندگانی خاندان که برادر من دوران خانه‌ش پروردگار نصیبشون بگردن و ذریه هاش نصیب و روزی بیشون بگردن. فرزندامون الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة الاعین وجعلنا للمتقین اماما را پروردگار برای ذریه ها و ذریه های ما و شما نصیب و روزی بگردونه. پروردگار این خاندان پروردگار برکت را در این خاندان نازل بفرما. هر مراد و مقصود خیری که داره این برادرای عزیز ما خدا هم برادر خیرشون بگردونه برحمتک یا ارحم الراحمین. کمی گامی مرگا بگردونین کمی مرگا بگردونین هیچ که این مرگا گردوندن نمیتونم. ولی گامو همشون همون آدمای کلمبن و مگازام دیگه همشون شیشتن دیگه جوشون نشتن. همینی برای برادرای عزیز این اشاره‌های قیامت مرگ و زمین مکسر همه را محققات تحقیق کردن. همش جمع کنی میگه چینیان برین نمیشود دیگه. می دیوانه که دنیا را همه لرزه دارن. همه دنیا در پیش بزانو زدگیان. خداوند نشانشون دادی امر قدرت های دنیا را. اینایی که مسلمان ها را کشته ایستادن این مسلمان ها را در تمام دنیا کشته ایستادن. گمان میکنن که یا صاحب ندارن. یا الله صاحب ما و شما است. یا خیال کردن خدا همین بلا را بسن شما تا که چشمشون کشاده شود. ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خدا میگه گمان نکنه این ظالما از کردار رفتار شما غافلن. همه ما و شما را دیده گیه الله ما را مهلت من میمانه مهلت من گذاشته ایستاده تا که بگردیم از سویانه. دیگه خدا شاهده همه کسالم هر چی میگیم هیچ کار دنیا به حکمت الخیر فی ما وقع میگه خدا. خیر در آنچه که واقع میشود. این کسالم خیره برای مومن خیره برای مومن خیره برای فاسق و فاجر خیر نیست. برای همین برادرای عزیز هر چی که هست از ما نیست از الله هست. همین خانه را دادت بگی الله تو مرا دادی. فرزند دادت الله میتید. یک آدم در ناخون یک فرزند زاره هیچ که نمیتیش فرزند به یجعل ما یشاء عقیما. خدا میگه بعضی شما را من عقیم میگردانم به فرزند تو میگردانم. همین دنیا میدهیم هیچ که نیست شما را فرزند بتیه و الله فرزند میتیه و الله ملکت میتیه. برای همین از آن الله بدون. حضرت موسی گفت خدایا بندگان تو چه شکری تو گو همه داراییشون از آن من که دانستن همیشه چی شکلی مرا بچه آورد. و من یسلم وجه لله و او محسن و موحد فقط استمسک بالعروة الوثقی میگه. هر کسی تسلیم شد داراییش هستیش همش از آن خدا دانست هو محسن هو موحد هو مؤمن. خدا میگه او موحده او مؤمنه فقط استمسک بالعروة الوثقی و تحقیق چند زده به دست قپک مستحکم که او کندنی نداره. دست قپک او دست قپک چی؟ الهیه او رئیس که کندش نمیتونه. فرعون ها آمدن شداد ها آمدن لینین ها آمدن زلین ها آمدن هیچ کار کردن نتونستن نمیتونن کردن. و این استطاعوا میگه خدا ولا یزال یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. خدا میگه همیشه مبارزه میبرن دشمنان اسلام و هر لباسی نباشن مبارزه میبرن. برای چی مبارزه میبرن؟ تا که مردم از دین بدین کنن. دیگه خدا میگه این استطاعوا اگر قدرت بیابن قدرت نمیابن قدرت نمیابن. و پیغمبر که در شب همون جنگ بدر تا سحر گریه کرد که خدایا اگر همین اصبره همین گروهی که برآمد اگر همینا یعنی شکست بخورن در روی زمین کسی نیست که تو را به یگانگی عبادت کنه.
پیغمبر تا روز گریه کردن و شب برای ما و شما گریه کردن که نسل های ما و شما به ذریه های ما و شما وقتی به سجده میافتند پیغمبر گو همین اصبره از ما بین برداری الله شکستونته دای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که امروز ما و شما چی در این سر یک سفره جمع شدگیم فاصبحتم به نعمت اخوانا به نعمت اسلام ما را و شما را برادر گردون خدا نگاه کنه همه ما و شما یک چی یک هدف داریم هدف و چه رضای الله هست رضای الله هست همه بالا مثل کسی رضای الله را انتخاب کرد او پیروز شد کسی رضای مخلوق انتخاب کرد او را خدا خارج میکنه اما طرف قصتی چه نبی نام محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر که قصه نگاه کنیم موقعش الله بود رضای الله را انتخاب کرد تمام مردم دشمن شدند حاجی قاری هم من گفتم که برادر من ابو بکر که ابو سفیان ابن حارث پسر عمکشون 20 سال دشمنیش کرده میگم در مقابل پیغمبر استادگری کم میگم من میگم وقتی که پیغمبر از صلح حدیبیه آمد من سینی زنم گفتم که اگر محمد بیا من کجا میرم محمد بیاید مگرم بگریزم مکه برم بعد زنم میگه گویلک یا ابو سفیان وای بر تو همه بیگانه ها عرب عجم در اطراف پیغمبر جمع شدن تا نمیره دوری پیغمبر بستی پیش پیغمبر برا او پیغمبر مهربانه و میگه دستی بچه من می جعفر را گرفتم و ابو سفیان ابن حارث میگه راه سپار مدینه شدم یه پیغمبر میگه دیدم پیغمبر اهمیتم نداد روش گردم به حضرت علی را میگه گفتم یا علی برای پیغمبر بگو من در آغوش بگیره نباشه من در همین صحرای مدینه دستی همین جعفر بچه من میگیرم تا مردن من طعام میخورم نه شراب میخورم تا مردن من میگم حضرت علی که پیش درآمد میگه با پیغمبر خودمون پاری آوردیم پاری مشهور بود از زمان پیغمبر خدا گه او بای نام تعالی گری گو چه نام مرا گرفت نام ختم گری نام پدرتم گرفت اوبای ابن کعب اوبای ابن کعب گریان شد نام مرا الله گرفت یا رسول الله گو نام تا گرفت وقتی که الله نام ما را میگیره این خیلی محفل در کجا و یفتح له ابواب السما این محفلی است که الله به این محفل افتخار میکنه الله افتخار میکنه به این خیلی محفل ها و شاعر گفته ذکر حق کن تا که حق یادت کند بندگی کن تا که آزادت کند وقتی رفتن گرس همه میسازن سفر توشه از قرآن بگیره اطاعت رحمان کنید حالا همین برادر عزیز این وقتی رفتن از چیه هممون میخیزیم میریم کنیم الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین جزاک الله خیرا کثیرا برحمتک حالا به حقش بهرام ما دعا کنیم روی مکناز نه حاجی بهرام پروردگار برادر ما حاجی بهرام و داخل مادرشون هم دعا پروردگار مادرشون برادرشون تمام گذشته هاشون پروردگار قبرهاشون پر نور و جاهاشون جنت بگردونه پروردگار خچه حاجی را بر برادر حاجی بهرام پروردگار عمر دراز و برکت و سعادت دارن پروردگار برایش عطا فرماید پروردگار دستی کما اثری کما پروردگار نبینه همیشه پروردگار ملک سلیمان براش نصیب کنه